عباس بلالی هستم. 43 سال سابقه معلم بودن دارم. بفرمایید. رولا ایدریان حاضر. رحمان اخلاقی حاضر. قادر سلیمانی حاضر. مهدی اسماعیلی حاضر. اسم کوچیکم خودش میشناسه. مهندس عمران. مهندس مدیریت فرهنگی. من دکترای آیتی دارم، مدیر عامل یک شرکت دانشگاهی آیتی هستم. مدیریت روابط عمومی. مهندس متالورژی. مهندس تجهیزات پزشکی. دانشجوی دکترای علوم ارتباطات در حال دفاع هستم. مهندس ایرلاین. حستون چیه که تک تک اینا یه شخص مهمی شدن، به یه جایی رسیدن؟ واقعا من افتخار میکنم به وجود همچین افرادی که من یه مدتی در خدمتشون بودم. زرنگترین فرد این کلاس رو بگم کیه؟ دامادته که تونسته دختر منو بگیره. دست پدر خانومم میبوسم، هم به خاطر معلم بودن هم به خاطر پدر خانومم. یه دست بزن به افتخارم. در شما معلم شده. بله بله. خانم بلالی که ما یه بارم یه گزارش ازش گرفتیم، ایشون تو مناطق محروم میرفتن. سلامت باشین. خیلی ازتون ممنونم بابت همه زحمات. خیلی دلم براتون